سلام، سجاد بوربور هستم، مدرس و معامله‌گر بازارهای مالی. میخوام تو این ویدیو در مورد معامله‌گری مخالف تحریرگری صحبت بکنم و به شما قول میدم بعد از دیدن این ویدیو کلاس معامله‌گری شما چند لول بالاتر بره. و برای کسایی که میخوان تو این حوزه فعالیت کنن و تازه وارد هستن بازخورد خیلی خوبی داره که میتونه باعث بشه که هزینه فرصت و هزینه مالی کمتری بپردازن. حالا این هزینه فرصت و هزینه مالی چی هستش؟ به هر حال سبک‌های زیادی وجود داره از معامله‌گری که حالا من در ادامه همین ویدیو به شما نشون میدم و به شما ثابت میکنم که این سبک‌ها کلا مثلا برتری ندارن، عملا همشون یه چیزن و یه چیزو دارن میگن. ولی کسی که تازه وارد این حوزه میشه به هر حال درگیر کلاس‌های متنوعی میشه که همین سبک‌ها دارن آموزش میدن، یا کتاب‌هایی مطالعه میکنه چون کتاب خیلی زیاده که همین سبک‌ها رو داره میگه و باعث میشه که زمان زیادی رو هدر بده و پول خیلی زیادی رو و آخرش هم متوجه بشه که همه اینا یک چیز بودن و اصلا این مسیر معامله‌گری نیست. پس دقت کنید به این ویدیو. انواع روش‌های پیش‌بینی قیمت سهام یا هر کالایی 4 تا هستش. اولیش تکنیکاله، دومیش فاندامنتاله، سومیش تکنو فاندامنتال و چهارمیش رفتار هیجانی دنباله‌رویی که ما در ادامه همه اینا رو برای شما بازشون میکنیم و نقاط قوت و ضعفش هم با هم بررسی میکنیم. اولیش تکنیکال. تکنیکال چیه کلا؟ ما میایم روی نمودارهای قیمت جبهه خرید و فروش رو بررسی میکنیم که کدوماشون برتری داره. اگه جبهه خرید قوی بود وارد خرید میشیم، اگه جبهه فروش قوی بود وارد فروش میشیم. بعضی وقتا اصلا میبینید قدرت خرید و فروش با هم دیگه برابر به هم دیگه خنثی میکنه. جنگ خرید و فروشنده فقط بیننده میشیم که بعد ببینیم کی پیروز میشه و بعد اقدام میکنیم با جبهه غالب که میتونه یا خرید باشه یا فروش باشه. حالا سبک‌های زیادی هم وجود داره در روش تکنیکال. اولش روش جان مورفی در سال 1934 خلق شده. امواج الیوت در سال 1940 خلق شد. روش نیکولاس دارواش در سال 1960 خلق شده. روش بیل ویلیامز و دخترشون در سال 1995 افشا شد و به معامله‌گران تدریس شد. و استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها که ابزارهای تکنیکال هستند و فیبوناچی، چنگال آنرویز و الگوهای قیمتی. روش‌هایی که به شما گفتم که 4 مورد اول بودش، روش‌هایی که تو ایران خیلی عمومیت داره، یعنی همه آموزشگاه همین روش‌ها رو آموزش میدن و ابزارهایی که تو ایران خیلی مرسومه همین اندیکاتورها و اسیلاتورها هستن و فیبوناچی و چنگال آنرویز و الگوهای قیمتی مثل سرشانه سقف کف، دوقلوی سقف و کف، پترن‌های ادامه دهنده یا برگشتی که در ادامه نشونش میدم. من بهتون ثابت میکنم که همه این روش‌ها دارن یه چیزو میگن. طبق بررسی ما تمام این روش‌هایی که به شما گفتم برگرفته از روش جان مورفی و نیکولاس دارواش است. مثلا در روش جان مورفی بوریش برکات، شکست اولین سقف با تایید، در واقع همون ستاپ پول بک در پرایس اکشن هستش. حالا این دوتا در واقع همون موج محرک تا امواج الیوت میشن و با احتمال بسیار بالا اینجا فیبوناچی 23.6 هم میشکنه و در نهایت منجر به تشکیل الگوی برگشتی میشن. یا واگرایی مثبت و منفی در روش جان مورفی همون عدم ادامه در پرایس اکشن هستش و در واقع همون موج ABC در امواج الیوت میشه و میتونه الگوی سرشانه سقف و کف رو تشکیل بده. یا الگوی ادامه دهنده مثل کنج سعودی یا نزولی، پرچم، مستطیل، همون پولبک پیچیده در روش پرایس اکشن هستش که همینا هم میشه موج استایی در امواج الیوت. و از این مثال زیاده. من این چند تا مثال رو گفتم که ببینید که این روش‌ها همشون دارن یه چیزو میگن. دقیقاً شبیه هم هستن، فقط اسمشون فرق میکنه و باعث میشه که کسی که تو این حوزه قدم برمی‌داره رو به چالش بندازه و هزینه فرصت مالی زیادی بهش تحمیل بکنه. چرا؟ شما فکر می‌کنید که روش جان مورفی روش خوبیه، روش کار می‌کنید. بعد از مدتی میشنوید که نه روش امواج الیوت هم خیلی خوبه. دوباره یه سال واسه این وقت می‌ذارید. دوباره یه سال واسه روش نیکولاس دارواش وقت می‌ذارید. و یهو به خودتون میاد می‌بینید که 3-4 سال گذشته و اگر شما واقعا انگیزه کافی داشته باشین و نظر روحی روانی هم بالا باشین، چند سال وقت بذارین همه این سبک‌ها رو یاد بگیرین، همش یه چیزو داره میگه. حالا ببینید نتیجه گیری کنیم این اصلا این سبک‌ها خوب هستن یا نه.
وقتی که تاریخ تولد این سبک‌ها رو می‌بینی اصولا مثلا 70 سال پیشه. خب ما چطور توقع داریم که این با این سبک‌ها هم کار کنیم؟ مگه تو این 70 سال علم پزشکی پیشرفت نکرده؟ نجوم شناسی پیشرفت نکرده؟ جواهر شناسی مگه پیشرفت نکرده؟ خب چرا باید ما فکر کنیم که علم اقتصاد مستثنا از علوم دیگه هستش؟ یا به نوعی چجوری ما توقع داریم که با یک ماشینی که برای 70 سال پیشه الان تو مسابقه فرمول 1 اول بشیم؟ و این سوال خیلی مهمیه که ما چرا باید توقع داشته باشیم روش‌هایی که 70 سال پیش به وجود اومده الان کار کنه. این بازارها برای روندهای اکیداً صعودی یا نزولی کارا بودن. یعنی چی اکیداً صعودی یا نزولی؟ یعنی قیمت وقتی که میگیم اکیداً صعودی یعنی یه تیکه بره بالا، وقتی که میگیم نزولی یعنی یه تیکه بیاد پایین. خب تو این اوضاعی که بازار اینجوری هسته شما با هر سبکی کار کنید کم و بیش سود میکنید. ولی مهم اینه که شما تو بازار رنج یا وقتی قیمتا درجا میزنه میتونید با این سبکا پول در بیارین یا اصلا سودای قبلیتون رو حفظ بکنید که قطعا این نه، که جلوتر به شما اثبات میکنن این مسئله رو. این سبکا تا سال 2006 کارآمد بوده، تو نمودار کاملا مشخصه، اما تو سال 2008 کار اینا خیلی کم شده و از 2008 به این ورم که دیگه اصلا کارایی نداره. حالا بیایم این موضوع اثباتش کنیم تو چارت قیمتی. این چارت طلای جهانیه از سال 1997 تا 2018 و مانسلی هم هست دیگه، داریم ماهانه نگاش میکنیم. این مستطیل آبی که میبینید از سال 2006 به قبله، یعنی از سال 1997 تا سال 2006. همونطوری که معلومه کاملا خطی حرکت میکرده. یعنی شما توی این قسمت هر جا که فروش میگرفتین، چون تو بازار دو طرف هم میتونید فروش بگیرین دیگه، هر جا که فروش میگرفتین پایینتر نقدش میکردین و سود میکردین و بعد از مدتی هم که رشدی شده هر جا که شما خرید میکردین بالاتر میفروختینش. مهم نبود کجا بخرین، گرون اصلا میخریدین، گرونتر میفروختینش و سود میکردین. ولی تو این مستطیل زرد رو ببینید، این شادوهایی که یا این سایه هایی که رو کندلو هسته چی رو داره میگه؟ فروشنده ها دارن ریجکت میشن، خریدار دارن ریجکت میشن. یعنی این بازاری نبوده که عین قبل سال 2006 یه تیکه بالا پایین بشه، نوسان داشته. و این مستطیل بنفش رو ببینید، بازار به کلی تغییر ساختار داده. ما اصلاحات پیچیده اینجا زیاد میبینیم. اینجا نمیشه شما هر جایی بخرید و فکر کنید که قیمت بیشتر رشد میکنه و معاملاتتون رو نقد کنید و با سود بیاین بیرون. یعنی به نوعی قبل سال 2006 با اون سبک‌ها میتونستین که شما هر جایی خواستین بخرین و گرونتر بفروشین و اصلا مهم نبود نقطه ورود شما کجا باشه. ولی تو این مستطیل بنفش خیلی اهمیت داره. همه تحلیلگران میدونن که روند رشدیه، ولی کجا بخرن؟ میتونستش همچین اتفاقی بیفته که اونها همینجور میشد که شما یه جایی وارد میشدین و چون روند رشدی بود دیگه خریدن میگرفتین، قیمت خیلی اصلاح میکرد یا خیلی به نوعی پول بک میداد، افت میکرد و بعد شما استاپ لاسشون میخورد، از بازار بیرون میآمدین و تازه قیمت در جهت تفکر شما حرکت میکرد. و اگر در بازارهای نوین کار کنین که دو طرفه است و لورج هم داره، شما رو ورشکسته میکرد و بعد در جهت تفکر شما حرکت میکرد. این مستطیل قرمز هم از سال 2011 تا الان که 2018 حالا چارت نشون میده هستش. بازار دوباره به کلی تغییر ساختار داده. اصلا بازار تو رنج افتاده. حالا باید ما سبکی داشته باشیم، به نوعی کار کنیم که در بازار رنج پول از دست ندیم اون سودای گذشته رو، چه بسا پولم به دست بیاریم. حالا شما فکر کنید تو اون مستطیل آبی که اول نشون دادم، همه این سبکایی که گفتن که برای 70 سال پیشه اون موقع کارا بوده، برای اون موقع است. و در مستطیل زرد با همون سبکا میتونستیم لکوله کمی سود کنیم. در این مستطیل آبی که از بنفش که از سال 2008 تا حدوداً 2011 شما اون روش زیان میکردید و از سال 2011 به این ور تو این مستطیل قرمز فاجعه آور بوده، شما به راحتی ورشکسته میشدید. حالا میگم چطور انتظار داریم با سبک‌هایی که تو اون مستطیل اول که آبیه جوابگوی بازار بوده، تو این مستطیل قرمز که به حال خیلی نزدیک به حال بازار ماست بتونیم سود کنیم؟ و این تفاوت وجود داره و بسیار مهمه و من شما دعوت میکنم که بیشتر به این مسئله فکر کنید.
یه سوال خیلی مهم، چه چیز باعث تغییرات قیمت میشه؟ حالا نخواهتون پرسیدیم؟ دقیقاً تفکر معامله‌گران که میان جبهه خرید و فروش رو به وجود میارن باعث تغییرات قیمت میشه. عملا میتونیم بگیم که تفکر معامله‌گران میاد بالانس عرضه تقاضا رو به هم میزنه و به قیمت جهت میده. یعنی اگر عموم معامله‌گران فکر کنن قیمت رشدی طبق هر حالتی، به این نتیجه رسیده عموم معامله‌گر تو بازارها که روند باید رشدی باشه، خب اینا میخرن، بالانس عرضه تقاضا به هم میخوره، تقاضا زیاد میشه، عرضه یا ثابت یا کم میمونه و قیمت رشد میکنه. و برعکسش عموم معامله‌گران به این نتیجه میرسن که قیمت میخواد بریزه، افت کنه، خب اینا فروشنده میشن. حالا عرضه زیاد میشه، تقاضا کم یا ثابت تقاضا میمونه و باعث میشه قیمت بریزه پایین. این پشت قیمت حرکت بازاره، اول و آخرش، ولو غیر. حالا ببینیم کدوم اندیکاتور درست میگه. ما تو اسلایدهای قبل اومدیم سبک‌های متفاوت به شما گفتیم که حالا میگفتم متفاوته ولی به این نتیجه رسیدیم که نه، همشون یکیه، فقط اسماشون متفاوته. به چه نتیجه رسیدیم؟ که این ابزارها کارایی لازم رو در حال حاضر ندارن و این سبک‌ها. اون ابزارها چیا بودن؟ مثل فیبوناچی، مثل اندیکاتورها، اسیلاتورها، میانگین‌های متحرک. حالا ببینید کدوماشون درست میگن. این اندیکاتورها یا اسیلاتورها کلا چی هستن؟ اول اینو متوجه بشیم. یک تابع، یه ورودی میگن، یه خروجی میدن. ورودیشون چیه؟ همین تغییرات قیمته. یعنی قیمت عدد رقمش داخل این اندیکاتورها میده و یه محاسباتش انجام میشه و یه خروجی میده. اون خروجی معیار تصمیم گیری برای معامله‌گر تکنیکاله. خب عموما این اندیکاتورها نقاط اشباه خرید و فروش دارن. یعنی چی نقاط اشباه خرید و فروش؟ وقتی که تو اشباه خرید میرن، اون معامله‌گر تکنیکال به این نتیجه میرسه که خریدار دیگه تموم داره میشه تو بازار، این خریداری وجود نداره، عملا احتمال افت به شدت زیاده. اون موقع وقت فروشه. یعنی وقتی که قیمت تو اشباه فروش میره، میگن که خب الان دیگه فروشنده تمومه دیگه تو بازار، فروشنده‌ای تو بازار نیست و احتمالش بسیار زیاده، دیگه معامله‌گر به فکر خرید در حال حاضر هستش. خب این اندیکاتورها عموماً برای یعنی اینجوری میشه گفتش که به صورت دیفالت 14 میانگین 14 روز گذشته رو میگیرن که رو دیتاهای 14 روز گذشته کار میکنن. حالا این اندیکاتورهایی که روی دیتاهای 14 روز گذشته کار میکنن تا حال چجوری میخوان حال بازار رو، الان بازار رو پیش بینی کنن؟ بازار به راحتی متأثر میشه از اخبارهای آنی. اصلا بازار آبستن حوادثه. یک تغییر، یعنی عملا میشه گفتش که یک معامله‌گر با حجم سرمایه بالا یا اصلا یک خبر اقتصادی مهم یا سیاسی مهم یا اصلا یک سخنرانی غیر منتظره باعث میشه قیمت‌ها به طور هیجانی حرکت کنن. این اندیکاتورهایی که در دیتاهای گذشته کار میکنن چجوری میخوان حال بازار رو پیش بینی کنن؟ و این خیلی مهمه و بزرگترین باگ این ابزارها هستش. حالا به یه مثال بزنیم که بهتر متوجه بشیم. این چارت قیمتیه، پایینش هم اندیکاتور RSI که توی ایران خیلی مرسومه و خیلی مورد علاقه اهالی بورسه. اون جایی که من هایلایت سبز کردم دقیقاً اشباه خریده. یعنی جایی که معامله‌گر تکنیکالی که با RSI کار میکنه فکر میکنه که اونجا خریدار تموم شده و دیگه وقت فروشه. ببینید قیمت تو نزدیک 11 ماه در ناحیه اشباه خرید بوده، ولی قیمت طلای گرمی، این طلای 18 ایاره، از 124,000 تومان رسیده به 560,000 تومان. ولی اندیکاتور داره نشون میده که اصلا نباید وارد خرید شد اینجا، چه بسا وارد فروش هم شد. ولی بعد ببینید قیمت چجوری تغییر کرده و به سمت بالا رفته و چجوری میتونسته تو بازارهای دو طرفه معامله‌گر رو ورشکسته کنه و یا تو بازار یک طرفه باعث بشه معامله‌گر سودی نکنه و بازار جا بمونه. پس به این دلیل میگم که این ابزارها کارآمد نیستن. روش بعدی روش فاندامنتاله یا همون روش بنیادی که میان بر اساس صورت‌های مالی، شاخص‌های اقتصادی، اخبارها و سخنرانی‌ها، اتفاقات سیاسی اقتصادی بزرگی که این تحریم میفته و جنگ‌ها و غیره
میاد یک معامله‌گری که بر اساس فاندامنتال کار میکنه، واسه این اصول میاد یه نتیجه گیری میکنه که آیا قیمت رشد میکنه یا افت میکنه، یا اصلا این سهم یا این کالا شخصیت رشد داره یا نداره. خب وقتی که مثلا یک معامله‌گر فاندامنتالی میخواد یک شرکت رو تحلیل کنه، میاد واسه صورت مالیش این شرکت رو تحلیل میکنه. میگه خب صورت مالی چیا بودن؟ ترازنامه، صورت سود و زیان، وجوه نقد. بر اساس این میبینه که آیا این شرکت شخصیت رشد داره، عیارش طبق این معامله میکنه. حالا یه سوال بسیار مهم، آیا این کالاها مثل طلا و دلار، اصلا سهم‌ها به قیمت ذاتیشون تو بازار معامله میشن؟ خیلی سوال مهمیه. همین الان 500 تومن طلا حباب داره، حباب مثبت داره، این سکه طلا منظورمه. خب این دلیلش چیه؟ یعنی معامله‌گران فاندامنتالی بازار بر اساس تفکرات فاندامنتالی معامله نمی‌کنن. اگه بر اساس تفکرات فاندامنتالی معامله می‌کردن، قیمت کالاها مخصوصا سکه طلا که الان درش بحث می‌کنیم به قیمت ذاتیش خیلی نزدیک بود. چرا نیستش؟ چون بر اساس تفکرات فاندامنتالی دنبال نمیشه این سهام‌ها یا طلا یا دلار یا هر کالای دیگه‌ای. سوال مهم بعدی که حالا وجود داره و باید درکش کنیم جواب اینو و ازش نتیجه بگیریم اینه که آیا واقعا تاثیر اخبار یا شاخص‌های اقتصادی به سهام و دلار طلا یکسان هستش یا هر کالای دیگه‌ای؟ یه گریزی بزنیم به 2 ماه قبل. از منطقه دلار خبری اومد، همون NFP، یه خیلی خبر مهمیه. به شدت بعد طلا متاثر میکرد و واقعا هم این اتفاق افتاد، طلا متاثر کردش و طلا افت کرد. دوباره ماه بعد، چون اول ماه میلادی این خبر میاد، این خبر دوباره اومد و طبق تفکری که حالا ماه پیش بود و اون ارقامی که به وجود اومده بود تو ماه فعلی، باید طلا خیلی میریخت. طلا نه تنها نریخت بلکه کمی هم رشد کرد. پس میبینیم این تفکرات فاندامنتالی هم لزوما به طور آنی تاثیر مستقیمش رو نمیذاره. روش بعدی تکنو فاندامنتال هستش. معامله‌گران میان فاندامنتال سهم رو بررسی میکنن، میبینن که همونطور که گفتم آیا این سهم شخصیت رشد قیمت داره یا نداره، یا حتی طلا یا دلار، حتی زعفرون. حالا طبق این تفکر میان تکنیکالی کف و سقفش رو میگیرن و در کف میخرن و در سقف میفروشن. البته خود من اعتقادی ندارم کسی میتونه تو کف قیمت بخره تو سقف قیمت بفروشه، چون ما میخریم تو قیمت‌های مناسب به این امید که کف قیمت باشه، یا ما میفروشیم در قیمت‌های مناسب به این امید که سقف قیمت باشه. و هر کسی که میگه من در کف قیمت یا سقف معامله میکنم، یا اتفاقی این معامله صورت گرفته یا اصلا بازار رو نمیشناسه، چون اصلا نمیشه کف قیمت رو مشخص کرد یا سقف قیمت رو به طور دقیق یا حتی حدودی نمیشه این کارو کرد. برای همینم هست طبق تفکر من یا خود من یا شاگردان اینجوری معامله میکنن که وقتی قیمت از کف قیمت کمی دور شد تازه وارد معامله خرید میشیم. ببینیم قیمت یه حرکتی کرده، کف قیمت رو رد کرده، کف قیمت شکل گرفته و وارد وارد شدیم. درسته کمی تأخیر باعث میشه که ما کمی از سودمون کم شه، ولی نقاط امن مناسب رو انتخاب میکنیم. که وقتی که میخوام بفروشیم میذاریم قیمت از سقف قیمت به طور حالا مقطعی کمی دور بشه و بعد وارد فروش میشیم. یادمون باشه کسی که به طور میان مدت یا بلند مدت معامله میکنه بعد این موضوع در نظر داشته باشه که احتمال داره که سهم یا حالا اون کالا ماه‌ها یا هفته‌ها در کف یا سقف قیمت درجا بزنه و شما اگه پولتون درگیر این سهمی بود که داشت درجا میزد، چه تو کف چه تو سقف، اون موقع شما تو معامله بودین دیگه، فرصت‌های سودآوری تو بازارهای دیگه یا بازار موازی دیگه دست میدادین. این خیلی موضوع مهمیه. و یادمونم باشه کسی که دوست داره تو کف و سقف قیمت معامله کنه جز اولین نفرها هستش که نقره داغ میشه، چون بازار هنوز تاییدی نکرده که من میخوام برگردم. این موضوع خیلی مهمیه. و در آخرین مرحله رفتارهای هیجانی که گفتیم ما سبک تکنیکال داشتیم، فاندامنتال داشتیم و تکنو فاندامنتال. حالا شما رفتار هیجانی هم بهش اضافه بکنید. خیلی‌ها هستن که شما رو به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای قبول دارن. وقتی شما وارد معامله میشین، اونهای دیگه هم که شما رو قبول دارن و میدونن معامله کردین، پشت شما همون معامله رو میکنن رو همون سهمی که شما این کارو کردین. خیلی هم این افراد فعلی رو قبول دارن، پشت سر اینا معامله میکنن و یه جو هیجانی به وجود میاد و باعث میشه که یک رفتار دنباله‌رویی شکل بگیره.
خب حالا یه جنبندی بکنیم. پس گفتیم که ما به عنوان تحلیلگر بازار 4 تا حالت داریم که بتونیم بازار رو پیش بینی کنیم. یکی تکنیکال بود، یکی فاندامنتال بود، یکی هم تکنو فاندامنتال بود. میتونیم رفتار هیجانی هم به این موضوع اضافه بکنیم. حالا این یک تحلیله. این که شما حالا میگه که قیمت رشد میکنه یا افت میکنه. ولی آیا همش همینه؟ یک تحلیلگر این کارو میکنه. ولی برای چی تحلیلگرها سود نمیکنن؟ برای چی تحلیلگرها اکثرا زیانده هستن؟ چون معامله‌گر نیستن. حالا من میخوام تو این چارت به شما نشون بدم که یک معامله‌گر چیکار میکنه و چه فرقی بین یک تحلیلگر و یک معامله‌گر هست. این چارت قیمت سکه طرح جدید هستش و به صورت روزانه هم من برای شما اینجا آوردم. میخوام ببینیم که یک معامله‌گر چیکار میکرده از کی؟ از 2 ماه قبل از عید 96 تا الان. خب یادمونم باشه از 2 ماه قبل از عید 96 همه میگفتن دلار رشد میکنه. حتی تو تاکسی میشستی، خود کسی که تو تاکسی بود گفتش که آره دلار رشد میکنه، تو سوپرمارکت ها همه. ولی چرا این افراد سود نکردن یا اصلا معامله نکردن؟ همه میدونستن روند رشدیه. این فرض رو بگیرید. حالا اینجایی که من با دایره نشون دادم یه اصطلاح پیچیده به وجود اومده که ما بهش میگیم کامپلکس پولبر. فکر کنین خیلی ها میدونستن رشدی و خرید کردن تو همین قسمت. خب اگر تو پیک قیمت تو اون 2 تا قله‌ای که حالا تو این دایره نشون دادم خرید می‌کردن چه اتفاقی می‌افتاد؟ قیمت حدود 20% ریخته. خب این افراد که وارد خریدن درست هم پیش بینی کردن، روند رشدی بود. همه ادله داله برای این بود، همه تفکرات اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی این موضوع اثبات می‌کرد که دلار رشد می‌کنه. به تبع اونم چون رابطه مستقیم با سکه طلا داره دیگه، سکه هم رشد خواهد کرد. ولی خب اینا کجا وارد شدن؟ تو اون قله‌هایی که تو این دایره نشون دادم قیمت 20% ریخته و باعث شده که اصلا ترس امونشون رو ببره و بازار بیرون بیان. خب این یک بازار یک طرفه است. اگر همون موقع تو آتی سکه معامله می‌کردن یا تو طلای آب شده شنبه‌ای معامله می‌کردن چه اتفاقی براشون می‌افتاد؟ اون بازارها لیوریج دارن. یعنی اگر شما سود کنید سود داره یه ضریبی میشه، زیان هم کنید داره یه ضریبی میشه. به چه نوعی؟ مثلا همون موقع که این دایره شکل گرفته آتی سکه لیوریج یا اهرم 1 به حدود 4.5 داشته. یعنی عملا شما میتونستید 5 برابر سرمایه‌تون معامله کنید. خب زیانت هم داره 5 میشده، سودت هم داره 5 میشده. فکر کنین حالا یه عده تحلیلگر تو پیک اون قیمت وارد خرید شدن، اشتباه نکردن ها، روند رشدی بوده ولی اونجا خرید کردن، قیمت حدود 20% ریخته. اگه تو بازار آتی سکه یا طلای آب شده شنبه‌ای کار می‌کردن زیانشون خب 20% بود، ضرب در 5 میشد، یعنی عملاً ورشکسته میشدن. یا در گامی بعد اون یه اصلاح تو این دایره دوم که نشونتون میدم یه اصلاح ساده شکل گرفته، اینجا هم حدود 20% ریخته، اینجا هم این چالش وجود داشته و تحلیلگرانی که چشم بسته وارد این بازار میشن اگه تو پیک قیمت این دایره قرمز که نشون دادم تو اون سوینگ های اگه وارد میشدن با اون زیان اگه تو بازار یک طرفه بودن که خب با 20% زیان، چون اصولا اینجوری هست دیگه، تحلیلگرها اصولا خیلی حرفه‌ای نیستن، فقط تحلیل بلدن، میان اونجا وارد میشن با 20% زیان میان بیرون، چون میگم ترس و تمام مجالی بهشون نمیده که بازار بمونن. ولی اگه تو بازار دو طرفه کار میکردن که لیوریج هم داره خب اونجا ورشکسته میشدن. تو گامی بعد یک اصلاح پیچیده به وجود اومد که بسیار فرسایشیه. هر کدوم این مستطیلایی که ما بهش میگیم کندل یک روز کاری طول میکشه. خب تو اینجا قیمت بیش از 20% افت کرده. خب اینجا مطمئن باشین خیلی از معامله‌گرایی که تو پیک قیمت معامله کردن اگه تو بازار یک طرفه بودن با زیان بیرون اومدن و اگه تو بازار دو طرفه بودن قطعا ورشکسته شدن. که من اونجا خیلی دیدم که ورشکسته شده بودن که وقتی ورشکسته میشن یا حالا چون آتی سازوکاری داره که نمیذاره شما به صفر برسه سرمایه‌تون، به خاطر اینکه چیزی به نام کال مارجینی وجود داره و یه سری قواعد وجود داره شما رو تیکه تیکه بیرون میاره و به من زنگ میزنه میگه ما چیکار کنیم دیگه، الان چیکار میشه کرد. ولی دیگه زمانی بودش که قسمت اعظم سرمایه‌شون رفته بود و گامی بعد یک اصلاح فوق العاده سنگین، یک اصطلاحات فوق العاده سنگین. اینجا همه میدونستن روند رشد میکنه ولی کجا وارد شن این مهمه که قیمت بعد از ورود اونا حرکت کنه، نه اینکه 20% بریزه پایین ورشکستهشون بکنه یا با زیان سنگین بیان بیرون و بعد تازه قیمت در جهت تفکر اونا حرکت بکنه. اینکه اسمش دیگه معامله‌گری نیست.
پس الان فهمیدیم تفاوت تحلیلگر با معامله‌گر چیه. تحلیلگر میدونست که قیمت رشد میکنه، ولی لزوما یک معامله‌گر قهار نبود که بدون کجا نقطه ورودشه، کجا حد زیانشه، کجا نقطه افزایش سرمایه‌شه که بیشتر پول شارژ کنه و بیشتر سود بکنه. ولی خب نمیتونست این کارو بکنه. و یک معامله‌گر علاوه بر که تحلیلگر خوبی هست و میدونست جهت بازار کجاست، این نکات بسیار مهم هم روش به معنی واقعی مسلط بوده و تونسته اینجا سود بگیره. پس دیدیم معامله‌گری با تحلیلگری متفاوته به معنی واقعی کلمه. حالا همه جا شنیدیم توی کلاس‌های آموزشی متنوع، توی کتاب‌های زیادی که یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک سیستم حرفه‌ای هم داشته باشه. سیستم حرفه‌ای برگرفته از چیه؟ یک روش، یک مدیریت ریسک و سرمایه و یک روانشناسی خوب. خب ولی چرا خیلیا این سیستم رو فکر میکنن دارن یا حتی آموزش میبینن ولی با این سیستم کاری نمیتونن بکنن؟ چون یه پوینتی وجود داره که لحاظ نمیشه تو این سیستم ها و اون آدم حرفه‌ای که خوب پول در میاره این پوینت رو به کسی نمیگه و اون بازنده هم این پوینت رو نمیدونه که بازنده شده و اون شناخت بازیگران بازاره. ما اعتقاد داریم بر اساس شناخت بازیگران هر بازار یک روش باید خلق کرد، یک روش کارا ولی ساده، و بر اساس کارنامه کاریمون باید یک مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه طراحی کنیم. حالا با یه روانشناسی خیلی خوب به اینا وفادار بمونیم. ما اعتقادمون بر این هست و همین هم علت برنده شدن ما شده. و حالا اگر خواستین خروجی صحبت من ببینید میتونید از سایت میدیا سرمایه و آپارات میدیا سرمایه ببینید که ما و شاگردان چجوری سود کردیم تو بازار طلا، تو همین بازاری که همه میگفتن خیلی سخت میشه پول در آورد، تو بازار دو طرفه‌ای که میگفتن که جای عقاب هاست و جای هر کسی نیست. حالا ببینیم که این المان‌های سیستم معامله‌گری حرفه‌ای چی هست که ما گفتیم برگرفته از شناخت بازیگران بازار هستش که می‌گفتیم یه روش تحلیلی می‌ساختیم که روند بازار رو مشخص کنیم. تا اینجا این تحلیل از روند بازار این یک تحلیلگر، ما به عنوان یک مدیر معامله‌گر حرفه‌ای باید این پارامتر بسیار قوی بدونیم، هیچ فرقی نمی‌کنه. تا اینجا همگام هستیم با یک تحلیلگر، ولی از اینجا به بعد نکاتی رو ما رعایت می‌کنیم که یک تحلیلگر نمیتونه این کار رو انجام بده و تو این زمینه‌ها مستر نیست. مثل حد زیان، آقا ما حد زیان کجا باید بذاریم؟ آیا ثابت باید بگیریم؟ آیا باید متغیرش بگیریم؟ آیا بسته به نفسات قیمت باید تغییرش بدیم؟ آیا بسته به این که بازار تو چه شرایطی هستش حد زیان بین حد زیان متغیر و حد زیان ثابت باید استفاده بکنیم؟ چه جور حد زیانی باید استفاده بکنیم با حال بازار؟ خیلی مهمه. یا هدف قیمتی، آیا هدف قیمتی ثابت باید داشته باشیم؟ آیا هدف قیمتی متغیر باید داشته باشیم؟ بسته به رنج کندل ها و نوسان بازار باید هدف‌ها چجوری انتخابش بکنیم؟ این چیزیه که تحلیلگر نمیتونه اینو درک ویژه‌ای رو این داشته باشه. نقطه ورود، ما باید جایی وارد شیم به احتمال بسیار بالا قیمت بعد از ورود ما در جای تفکر ما حرکت بکنه، نه اینکه تازه وقتی وارد شدیم قیمت یه اصلاحی بکنه در 15% 20% یا ما رو ورشکسته بکنه یا با زیان ما رو بیرون بیاره و بعد تازه قیمت در جای تفکر ما حرکت بکنه. نقطه خروج ما کجا باشه؟ نقاط افزایش حجم ما کجاست؟ پر مسلم این که ما اگه میخوام واقعا این بازار پول در بیاریم در جاهای امن باید افزایش سرمایه زیادی بدیم. تون دو تون باید وارد معامله بشیم تو جاهای امن، جایی که میدونیم مغز ترنده، جایی که احتمال بالا قیمت اصلاحات کمتری میکنه، جایی که میخواد قیمت پرواز بکنه. ما باید این ناحیه‌ها رو بشناسیم. و نقطه خروج اضطراری، نقطه خروج اضطراری بسیار مهمه، باید اصلا رو کلیک باشه. میگیم دنیا آبستن حوادثه، یه خبر آنی میتونه اصلا روند بازار تغییر بده یا حتی یک معامله با حجم پول زیاد. ما وقتی نداریم که به این فکر کنیم که تحلیل ما از شرایط حال بازار چیه. اونجایی که بازار برخلاف تفکر ما حرکت کرد باید کلیک خدافظی رو بزنیم که اونجا دقیقاً همون نقطه خروج اضطراری ماست و باید تو سیستم معاملاتی ما جا داشته باشه. مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه که دو تا مقوله بسیار متفاوت هستند. من نمیدونم چرا این دو تا رو با هم میگیرن، یا ما هر جایی که دیدیم در مدیریت سرمایه صحبت میشه انگار فقط میخوان مدیریت سرمایه رو پوشش بدن و هیچ نگاهی به مدیریت ریسک ندارن و این یکی از پوینت‌های بسیار مهمی که باعث بقای معامله‌گری تو بازار مالی میشه. روانشناسی معامله‌گری
و شناخت بازیان بازار که همه اینا شناخت بازیان بازار باعث شده که ما همچین بندهایی بسازیم. یعنی میشه اینو گفت شناخت بازیان بازار به ما کمک کرده که همچین بندهای کارایی بسازیم و سیستم حرفه‌ای که یه معامله‌گر رو به درجه سوددهی مستمر برسونه باید این پارامترها داشته باشه که فقط بند اولش با یک تحلیلگر حرفه‌ای همراستاست. حالا یه سوال خیلی مهم، آیا حرکات قیمت قابل پیش بینی هستش؟ جواب این سوال خیلی مهمه و درک این جواب میتونه دنیای معامله‌گری شما رو عوض بکنه. مگه ما اعتقاد نداریم که یک نفر با حجم پول بالا میتونه کلا روند بازارها رو تغییر بده؟ یا حتی یک خبر سیاسی اقتصادی مهم یا یک سخنرانی آنی میتونه روند بازارها رو تغییر بده؟ خب چجوری ما میتونیم پیش بینی داشته باشیم واسه روند قیمت؟ حالا این سوال مطرح میشه، ما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای پس باید یه جهت قیمت داشته باشیم که معامله بکنیم. چجوری پیش بینی بکنیم؟ نکته مهم اینجاست و خوب این خبر خوشایند اینجاست که میگه که اصلا ما نیازی نداریم که قیمت رو پیش بینی بکنیم. ما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای فقط زمان خوب خرید و خوب فروش رو سنس میکنیم و طبق اون معامله میکنیم. الان اتفاقاتی افتاده مبنی بر این که زمان خوبه خریده وارد خرید میشیم. اتفاقی افتاده که مبنی بر افت قیمته وارد فروش میشیم. اصلا میبینیم جبهه خرید و فروش قدرت برابری دارن، بیننده میشیم. ما وقتی قیمت پیش بینی میکنیم تا چه جهتی حرکت میکنه. ما فقط قیمت رو دنبال میکنیم تا اینکه خودش به ما دستور خروج رو بده. که من مثالهای زیادی میارم تو این ویدیو که این به شما دقیقا حالا اثبات بشه. سوال مهم دیگه، چرا دنیا از افرادی که ذهنی پر از اطلاعات دارن ولی جیب خالی پر شده واقعا؟ خب گفتم سبک‌های زیادی وجود داره که اکثرا همشون یه چیزو میگن. شاید میگم 10% با هم تفاوت داشته باشه. خب اون سبک‌های زیادیه دیگه، ابزارهای زیادی وجود داره دیگه. حالا یه فردی که میخواد وارد این حوزه بشه میاد روش جامورفی رو یاد میگیره، تموم شد فکر میکنه یه روش بهتری وجود داره که حالا اون با اون روش میتونه تو همه موردش برنده باشه. میره سبک حالا دارباش رو یاد میگیره، همینجوری وقت تلف میکنه، 3-4 سال طول میکشه تا یواش یواش به این موضوع میرسه که نه همه روش‌ها یکیه، فقط هزینه فرصت و هزینه مالی زیادی پرداخت کرده. حالا این فرد تبدیل به چی شده؟ یک بانک اطلاعاتی که هیچ ارزشی نداره که بتونه واقعا باهاش پولی در بیاره در بازار. اصلا یک معامله‌گر حرفه‌ای نیاز به اطلاعات زیادی نداره، اصلا یک اطلاعات محدود براش کافیه. معامله‌گر حرفه‌ای یک فرد متعادل رو روانشناسی بیشتر کار میکنه. یک معامله‌گر حرفه‌ای نقطه ورود و خروج رو میدونه خوب کجاست. میگم به اطلاعات ویژه زیاد اصلا نیازی نداره و برای همینم هست دنیا پر شده از افرادی که ذهن پر از اطلاعات دارن ولی نمیتونن معامله بکنن، چون اون پارامتر مهم معامله‌گری بلد نیستن، اونها در مسیر درست معامله‌گری قرار نگرفتن. من همیشه به شاگردام اینو میگم، یه معامله‌گر حرفه‌ای مثل یک فرمانده جنگه. این فرمانده جنگ هم از اولی سرباز بوده، حالا طی زمان تجربه کسب کرده، بینش پیدا کرده و شده فرمانده جنگ. عملا یک معامله‌گر حرفه‌ای هم روزگاری کارش رو از یک تحلیلگری شروع کرده و یواش یواش دانش کسب کرده، حرفه‌ای شده، بینش کسب کرده و تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شده. و این جمله طلایی یادمون نره، بین معامله‌گری و تحلیلگری یک دنیا فاصله است. حالا ویژگی‌های شخصیتی یک معامله‌گر چی هست؟ من همیشه به شاگردان گفتم، تو روزنامه چاپ کردم این مطالبو که حالا در نهایت به این منتهی شده که یک معامله یک انسان وارسته است، یک انسان متعادله. چرا؟ به خاطر اینکه تمام ابعاد شخصیتی خودش رو میشناسه و اونها رو متعادل نگه میداره. مثل ریسک پذیری. خب یک معامله‌گر حرفه‌ای اگه واقعا اینو ریسک پذیری متعادل نگه نداره مثلا حرفه‌ای نمیشه. فردی که وارد این بازارها میشه و ریسک پذیری بالایی داره که قماربازه و با فضاحت از بازار اخراج میشه. اگر ریسک پذیری کمی هم داشته باشه اصلا جاش تو این بازار نیست. اصلا این بازار چرا انتخاب کرده برای کسب درآمد؟ اگه ما تو این بازار ریسک نکنیم اصلا پولی هم گیرمون نمیاد، تموم شد ولو غیر. حالا پس یک معامله‌گر
حرفه‌ای حد وسطی از ریسک‌پذیری و ریسک گریزی هستش. معامله‌گری حرفه‌ای در قالب سیستمش ریسک میکنه. این خیلی مهمه. ویژگی مهم بعدی ترسه. اگر شما یک معامله‌گر ترس زیادی داشته باشه، خیلی دیر وارد معامله میشه، خیلی میخواد تایید بگه که جای امن وارد بشه، خب این خروجیش چیه؟ اکثر وقتا میانه روند از دست میده. جاهای مهم روند که احتمال بالا هستش که سود کنه از دست میده، تا بخواد به این باور برسه که الان وقت خوبیه، ترسشو کنترل کنه، وارد بازیش آخرای بازی رسیده. حالا تا هم بخواد یه سود ناچیزی مثلا میکنه، تا بخواد از این بازار خارج بشه، تا مثلا این ترسه رو کنترل کنه، بخواد حالا از این بازار بیاد بیرون، زمان زیادی طول میکشه، اون سوده میره هیچی، کلی هم تو ضرر فرو میره. پس یک معامله‌گر حرفه‌ای باید ترسش متعادل نگه داره. یا طمع، اگر معامله‌گری طمع زیاد داشته باشه اصلا نمیتونه به بندهای سیستم وفادار بمونه، و اگه طمع کمی هم داشته باشه اصلا نباید این بازار رو انتخاب کنه واسه کار کردن. شجاعت، آیا معامله‌گر که 2 بار زیان پشت سر هم میکنه باز هم جرأت میکنه وقتی که سیستم دستور ورود میده واسه بار سوم معامله بکنه؟ خیلی مهمه که فقط تجربه این شجاعت رو برای یک معامله‌گر به وجود میاره. پذیرش، خیلی از ما حتی جرأت اینو نداریم که لباسای کهنمون رو از کمد دور بریزیم و زندگیمون رو نو بکنیم. حالا یک معامله‌گر باید همچین قدرتی داشته باشه بتونه افکارش رو نو کنه. وقتی که میبینه که سیستم واسه جواب نمیده، سیستم واسه کنار میذاره و سیستم جدیدی رو خلق میکنه. میگم برای یک فرد عادی خیلی سخته که بخواد بپذیره حتی لباسای کهنه‌ش رو دور بریزه، ولی برای معامله‌گر حرفه‌ای این کار چیزی اصلا نیست که بتونه حتی ذهنش رو نو کنه. خب حالا شما به فردی که تمام ابعاد شخصیتش رو میشناسه و اونا رو متعادل نگه میداره چی میگین؟ آیا این فرد انسان وارسته نیست؟ این انسان وارسته که تو معامله گری هم فرد خیلی حرفه‌ای هست، آیا از خودش انسان بهتری در زندگی شخصی هم نتونسته بسازه؟ قطعا میتونه بسازه. به این دلیل که من واقعا افتخار میکنم هر معامله‌گر حرفه‌ای رو میبینم. حالا یه سوال مهم، چی میشه که یک تحلیلگر به این باور میرسه که این معامله‌گر حرفه‌ایه؟ و میگم جواب مثلا خیلی مهمه. چند معامله سوده پشت سر هم از یک معامله‌گر خیلی متفاوته از یک معامله‌گری که حرفه‌ایه و به درآمد مستمر رسیده. حالا درآمد مستمر یعنی چی؟ یعنی که آقا شما تو حداقل 1 سال سودده باشی، حداقل، و هر 20 معامله‌ای که انجام میدی میای کلا سود کلی که بعد وجود میاد مثبت باشه دیگه. یعنی 20 تا معامله میکنی، 13 تا سود، 7 تاش زیانه. وقتی سود و زیان تواتر میشه، رقمی که میمونه سود خالص شماست. این به همیشه مثبت باشه. حالا هرچی این سود خالص شما بیشتر باشه، نشون دهنده حرفه‌ای بودن شماست و میشه اینو گفت هرچی اون سود بیشتر باشه شما حرفه‌ای‌تر خواهید بود. حالا یک معامله‌گری که چند تا دونه معامله سود پشت سر هم کرده نباید فکر کنه که یک معامله‌گر قهاره، یک معامله‌گر حرفه‌ایه. به خاطر اینکه میگم این یک توهمی بهش به وجود میاره، چون خیلی اتفاق میفته که چند تا معامله پشت سر سودده باشه، چند تا معامله پشت سر زیانده باشه. وقتی که معامله‌گر مبتدی چند تا معامله سودده به پستش میخوره، قراره میشه فکر میکنه حرفه‌ای شده، دچار توهم میشه و باعث میشه که ریسک زیادی به معامله تحمیل کنه، چون دیگه اعتمادش بالا رفته و همونم پایه‌ساز ورشکستگیش خواهد بود. و این خیلی جمله مهمیه. خیلی از معامله‌گرانی که این بازار حذف شدن، چند تا معامله اولیشون به سود منتهی شده و در معاملات بعدیشون ریسک زیادی تحمیل کردن به سرمایه‌شون و باعث شده هم معامله زیانده بشه و کلا سرمایه رو صفر کنن. تا اینجا فهمیدیم چه تفاوتی بین یک تحلیلگر و یک معامله‌گره. حالا میخوام مثلا عملی درکش بکنیم. خب تا اینجا فهمیدیم که چه تفاوتی بین یک تحلیلگر و یک معامله‌گر هستش. حالا میخوایم به معنی واقعی کردن درکش کنیم چه اتفاقی میفته که اینا تفاوت پیدا میکنن. یعنی خروجیش چی باید باشه که بفهمیم که بین یک تحلیلگر و معامله‌گر تفاوتی وجود داره. یه فردی تو 50 تا معامله پشت سر هم سود میکنه و تو هر معامله هم 100% سرمایه سود خلق میکنه ها.
خب یه سود نجومی هم ساخته. حالا همین فرد تو معامله 51مش موفق نیستش و 100% سرمایه از بین میبره و ضرر میکنه. خب این فرد یه تحلیلگر حرفه‌ای بوده که از 51 معامله 50 تاشو درست پیش بینی کرده، فقط یه دونه پیش بینی اشتباه داشته. ولی یک معامله‌گر به شدت آماتور بوده، چون یک معامله زیانده کل سرمایه‌شو برده و اصلا ریسک وحشتناکی هم به سرمایه‌اش تحمیل کرده و این تفاوت یک تحلیلگر که معامله‌گر هستش. حالا بیاین یه مقایسه‌ای داشته باشیم در قالب یک مثال. تو سال 96 قیمت سکه بود 1,200,000. تو اواسط سال 96 قیمت سکه شد 2,500,000. حالا تمام اندیکاتورها تو پیک اشباع خریدشون بودن که تو همین ویدیو نشون میدادم دیگه. طلای گرمی همون 18 ایار دیدین که 11 ماه تو ناحیه اشباع خرید بود، آوربات بود اونجا. و خب اونجا یعنی چی؟ تحلیل تکنیکالی اونجا میگه که اصلا وقت خرید نیست، وقت فروش هست که وقت خرید نیست، اصلا خرید جایز نیست. و کسانی که حالا فاندامنتالی بازار دنبال میکردن اونا هم میگفتن که خب قیمت ها خیلی نجومی حرکت کرده، خیلی سکه رشد کرده، تا حالا همچین قیمتایی ندیده، دلار همچین قیمتی رو به خودش ندیده. تمام افرادی که حالا در رأس هرم اقتصادی ما بودن میگفتن که حالا بسته های اقتصادی حالا ارائه میکنه دولت، یا دیدیم دلار حالا زیر قیمت بازار توی صرافی ها عرضه شد، سکه اصلا پیش فروش شد، حراجی تو بانک کارگوشه‌ای ما دیدیم، خیلی اتفاقای دیگه که شرط فاندامنتال مثلا فریاد میزد که قیمت میخواد بریزه. حالا تحلیلگرانی که با این تفکرات کار کردن چه اتفاقی افتاده براشون؟ خب اینا بازار دیگه روشنی نمیدیدن. اگه تو بازارهای دو طرفه این آتی سکه و طلای آب شده شنبه‌ای بود که فروش گرفته بودن، یا اگر یا اصلا بازار بیرون اومده بودن، یا اگه تو بازار یک طرفه کار میکردن این سکه نقدی این طلای نقدی، خب میگفتن که خب ما سود خوبی کردیم تو 2500 اومده دیگه معاملهشون رو میبستن میومدن بیرون. ولی چه اتفاقی براشون افتاد؟ در نهایت قیمت رسید، قیمت سکه به 5.5 میلیون تومان. خب اونایی که تو بازار دو طرفه بودن که نابود شدن، مثلا طلای آب شده شنبه‌ای به خاطر سازوکارهای بازی که داره به آتی سکه، و اونایی هم که تو بازار نقدی بودن که از این سود جا موندن. حالا برندگان این بازارها کیا بودن؟ همون معامله‌گران حرفه‌ای بودن که واقعا با قدرت تمام بدون اینکه اصلا ادعایی داشته باشن میگفتن ما پیش بینی از قیمت نداریم، فقط زمان خوب خرید و فروش رو سنس میکنیم و طبق اون معامله میکنیم و زمانی از بازی بیرون میان که خود قیمت دستور خروج رو به ما بده. یعنی قیمت رو دنبال میکردن نه این اخبارها رو. و این بود که معامله‌گران برنده این بازار بودن. که برای اینکه حالا میگم این صحبت‌های جنبندی حرفه‌ای‌تر هم بشه، شما میتونید به سایت میدا سرمایه آپارات میدا سرمایه سری بزنید و ببینید که اونجا چه اتفاقی برای کسانی که با همچین تفکری کار می‌کردن، چه تفکری این که یک معامله حرفه‌ای داره که بازار رو پیش بینی نکنن، قیمت رو دنبال بکنن. ببین چه اتفاقی برای اونها افتاد و چقدر منتفع شدن. دوستان خیلی تشکر میکنم که وقت گذاشتین این ویدیو دیدی. امیدوارم که این ویدیو چراغ راه شما باشه و باعث بشه که شما هزینه فرصت و هزینه مالی زیادی تو این راه پرداخت نکنید و به معنای واقعی در مسیر معامله‌گری قرار بگیرید تا زودتر به هدفتون برسید. موفق باشید. خداحافظ.